اگر پنیر پیتزاتون کش نمیاد یا خمیر پیتزاتون خشک و سفت میشه، این ویدیو رو تا آخر ببینید، علتش رو بهتون میگم. پس بریم واسه درست کردن یه پیتزای پپرونی محشر با همین کش. اول که از درست کردن خمیر نترسید، خیلی ساده است. خمیر مایه و شکر و مقداری از آب ولرم رو مخلوط کردم، در ظرف رو گذاشتم و 10 دقیقه استراحت دادم. البته بگم که اگه از سالم بودن خمیر مایه مطمئن هستید، این مرحله رو حذف کنید، خمیر مایه و شکر رو مستقیم به آرد اضافه کنید. خمیر مایه عمل اومده رو داخل ظرف میریزم، آرد و نمک هم اضافه میکنم، کمی هم میزنم، کم کم آب رو اضافه میکنم تا خمیر خودش رو جمع کنه. در آخر هم روغن رو اضافه میکنم، روی هم رفته 10 دقیقه ورز میدم تا یه خمیر نرم و صاف بهم بده. خمیر رو داخل کاسه چپ با درپوش تو دمای محیط 1 ساعت استراحت میدم تا حجمش 2 برابر بشه. بعد از استراحت پف خمیر رو گرفتم، کف ظرف فر رو کاملا چرک کردم و خمیر رو پهن کردم. اگر نمیتونی خمیر رو پهن کنی، حتما کپشن رو سس میزنم، از ترکیب خردل و کچاپ با چنگال سوراخ میکنم. نکته: لایه اول پر و پیمون پنیر پیتزا بریزید. آقا پنیر رو کم نریزید بگید کش نمیاد. خب به ترتیب ژامبون، پپرونی، قارچ، گوجه، زیتون، فلفل دلمه رنگی، ذرت، مجددا پنیر به مقداری کم، یه مقدار فشار دادم، آب اسپری کردم به خاطر کش پنیر. میفرستم داخل فر تا طلایی بشه ولی نسوزه، کش نمیاد. و نکته آخر: پنیر حتما همدمای محیط باشه. فکر میکنم تمام نکات